المیرای عزیز، شما چرا اینقدر با شور و حال و با احساس شعار میدادید؟ من کیف میکردم وقتی که شعارهای شما رو میشنیدم. حتی شعارهای شما در حد ترانه‌ای که مثلا پرواد جون میخوند یا یه خواننده اگه اون تو مراسم ما ترانه میخوند، در اون حد برای من لذت بخش بود. این در حالیه که من از کشوری اومدم که از شعار متنفر بودم. اینقدر شعار داده بودیم، اینقدر گفته بودیم مرگ بر فلان و فلان، و بعد این مرگهایی که ما میگفتیم هر روز عوض میشد. اون روز یک کشوری بود، یه روز دیگه یک کشور، یه روز یک گروه دیگه. از شعار متنفر بودم، ولی اینجا تو فنلاند من از شعار خیلی خوشم میاد، مخصوصا شعارهای شما. این احساس از کجا میاد؟ اه، خیلی مثال خوبی زدین در مورد اینکه اگه مثلا پرواجون میخوند همین حس رو داشتین. شاید نقطه مشترکش اینه که آنچه از دل برایت بر دل نشیند. چون منم وقتی شعار میدم یه حسی پشتش هست، برای اینکه بتونم شاید کمترین کاری بکنم برای کسایی که تو ایرانن. اینی که بتونم رای دهنده ها رو اینجا آگاه کنم از اون چیزی که تو ایران میگذره، شاید تأثیری بذاره تو شرایط آدم اونجا. فکر میکنم این چیزیه که باعث میشه شاید شما اون لذت رو ببرین. ولی دقیقا خود منم فکر نمی‌کردم یه روزی همچین کاری بکنم. به قول شما اصلا از شعار دادن بیزار شده بودیم، شعار شنیدن حتی دادنش که دیگه اینجا اصلا فکر نمی‌کردم من همچین کاری بکنم. اصلا فکر میکردی یه روز به چند زبان زنده دنیا و حتی به زبان کردی؟ من دیدم شعرها رو به زبان کردی. اصلا کردی میدونستی قبلا؟ نه، نه کردی نمیدونستم. فنلاندی هم خیلی علاقه‌مند نبودم، ولی خب شعار فنلاندی هم دارم میدم این روزا. درسته. ولی این درست. زندگی آزادی رو به چند تا زبان فکر کنم میتونم بگم. بعد اینو میدونستی که مهسا اسم اصلی این مهسا نیست؟ راستشو بخوای من نمیدونستم این مسئله رو که ژینا رو ثبت نمی‌کنن. و توی یکی از تجمع اوایل من مهسا امینی میگفتم، وقتی میگفتم say her name مهسا امینی فقط میگفتم. یکی از عزیزان کرد بعد از یکی از تجمع اومد به من گفت که چرا ژینا نگفتی. من فکر میکردم انتخاب خودشون بوده، چون خیلی ها تو ایران دوتا اسم دارن، یکی تو شناسنامه یکی بیرون شناسنامه. و بعد اون دوست کرد گفت که ژینا رو ثبت احوال قبول نمیکنه چون اسم کردیه. اصلا من باورم نمیشد که اولا همچین چیز ساده ای چرا اینطوریه، و دوما تاسف خوردم برای خودم که همچین چیزی رو نمیدونستم. و از نمیدونست. اونجا من دیگه مهسا جینا امینی میگم هر جایی که میگم. من متوجه بودم و احساس میکردم یه جورایی احساس راحتی هم داری وقتی که ژینا رو میگی، میدونی که در واقع مای کرد رو درک میکنی و این احساس رو تو چهرت میدیدم. من لازم اینو به بینندگان عزیزم بگم که دوستان، من دارم با خانم المیرا صحبت میکنم. ایشون دانشجوی دکترای فیزیک در یکی از دانشگاه‌های فنلاند هستند و عمر آشنایی من و المیرای عزیز دقیقا چند روز کمتر از روزهای خیزش ملت ایران هست، مردم ایران هست، و ما تو همین اعتراضات با هم آشنا شدیم. و همین که میگن انقلاب ها آدم ها رو با هم، آدم های کلی یه جامعه رو عاشق هم میکنن. عشقی که بر پایه هیچ چیزی استوار نیست، فقط بر پایه میهن پرستی، و یه عشقیه که اصلا نمیشه تعریفش کرد. هر کسی به هر کسی کمک میکنه دیگه، همه پشت و پناه هم. و من واقعا اینو تو زندگی شخصی مدت احساس کردم. دوستان خیلی زیادی پیدا کردم که اصلا در کل من قبل از این خیزش علمی را باور میکنی من دوست فارس زبون نداشتم، بیشتر دوستان کرد بودن. و در واقع این جمهوری اسلامی کاری کرده بود که ارتباط بین ماها قطع بشه. بله، بله. شما قبلا چه تصوری از کردا داشتی؟
حالا بدون رو در بایستی، بدون تعارف، چه تصوری از کردا داشتید؟ چی تو ذهنت بود؟ راستش من خیلی تصور واضحی نداشتم، چون با کسایی که کرد باشن مثلا رابطه دوستی یا فامیلی، رابطه نزدیکی نداشتم. یه دوستی رو با واسطه میشناختم که کرد بود، مثلا خونش رفتیم یه بار دو بار. اونجا که خونش که رفتیم یه شجره‌نامه من روی دیوار دیدم و برام جالب بود که یه نفر یکی از چیزایی که رو دیوار خونش زده شجره‌نامه است و سوال بود برام که این مسئله خون و نژاد و اینجور مسائل چقدر مهمه برای کردا، با توجه به اینکه اون آدمم یه نفر بود و مثال خوبی نیست که آدم تعمیم بده به همه. یکی این مسئله رو من از نزدیک در جریانش بودم و خب خبرارم که آدم میخونه دیگه. این مسئله کولبری چیز عجیب، پدیده عجیب غریبیه و من نمیدونم چرا گوش ما به این عادت کرده، چشمون بهش عادت کرده که آدما و تو قرن 21 وسیله‌های سنگین رو برن از اون ور مرز بردارن بیارن تو اون شرایط جوی سرما تو کوه و بعد به خاطر امرار معاششون این کارو بکنن و یه کسی هم به اسم مردوان نشسته اونجا با یه سلاح و گهگداری به این نتیجه میرسه یکی از این کولبرا رو هم بزنه با تیر و از بین ببره. واقعا دردناکه. حتی من عذر میخوام، صحنه‌ای رو دیدم که این گله اسبا رو هم میزنن و این اسبها حالا آدم‌ها که هیچی، آدم‌ها رو میزنن و حالا به هم کمک میکنن، ولی وقتی که آدم‌ها جای پیاده فرار میکنن اسباشون هم میزنن و این اسبا رو دیدم یه صحنه‌های وحشتناک که چطور این اسبا جون میدن. و جالب اینه که بدونین المیرا، این چه بسا افرادی هستن تو این گروه، این آدمایی که کولبر هستن مثل خودت، دانشجوی دکتران، بله بله لیسانس فوق لیسانس گرفتن و یه عمر فقط درس خونده، اصلا کارگری نکردن، یه دفعه دیگه مجبور میشن بعد کار چه کار، اونم کار دادشاه. من خودم یه بار رفتم گفتم امتحان میکنم ببینم میتونم، اصلا از سوز سرما من خوابم نبرد، نمیدونم اینا چطور میخوابن، چطور راه میرن. دیگه مثلا تسلیم شدم، دیگه من نتونستم برم. من تفریحی به عنوان ورزش کوه میرفتم یه مدت طولانی، مثلا تا یه جایی هم حرفه‌ای حتی دنبال کردم. چقدر باید دقت میکردیم که چه وسیله‌ای رو با چه وزنی بذاریم تو کولمون که سنگین نشه که میخوایم این مسافت بریم بالا بیایم پایین. حالا اون وسیله میتونست مثلا وسیله گرمایشی باشه یا یه فلاسکی باشه یا وسیله‌های ظروف برای غذا خوردن باشه. اینو باید وزنش رو دقت میکردیم که کم باشه که انرژی ازمون نگیره. یه چیزی تفریحی، اصلا غیر قابل باوره این اتفاقی که میفته. و بعد خانواده اون آدمی که داره این کارو میکنه علاوه بر همه مسائل سرمازدگی، چون پیش اومد دیگه کسایی هم از سرمازدگی جونشون رو از دست دادن کولبرا، بعد نگران اینم باشن که حالا یه نفر اونجا با تیر نزنه. اصلا من نمیفهمم این چه مدلیه، چه سیستمیه توی جامعه که یه جایی که اسمش ایرانه و همه حق شهروندی دارن، باید داشته باشن، همه باید حداقل درآمد داشته باشن، شرافتمندانه با عزت زندگی کنن و تازه طرف جونش هم بخواد بذاره اینجا.